چاکره. سلام. خوش اومدین. قربونت برم. سعی کن نخندی. دین دین. الان داری میخندی. الان میتونی بخندی. الان آزادی. ولی موقع مجازات واقعا من کالکشن ویدیوهای قشنگ میدونی با خنده‌دار بچه‌م شروع کرد. چیزا. میمیرد. بله. میمیرد. این با من زمان ساخته باسته. نوبت من هم میشه حالا برو. حالا بعدی باره. بابا نمیکنه تو نگاه بگم شو بکنم من به همشون بخندم. این تا خمار رو من خالی کنم رو کردن. خانگاهی برای اینجوری شده یه چیز داغ کرده بودم یه قاشق این کاسیش اینجوری شد زردی سوختش خواهد نخندیدی واقعا. خیلی سنگ دادی. میتونی. خیلی سنگ دادی. جالبه تموم شده باز دارم سعی کنم نخندم. میتونی. نه بابا بخندی بریم. نخورم. بابایی ایرانی. جالبه همشونم همینجوری هم. داداش بیله نکن خودم بلندشون. سلام کی خباز دوباره اومدی عکاسی ناموس پنگوئن های رفیق ما کله مله نره میزنن دندونت بریزه تو اندونتا. نه ما عکس نه جان دفعه قبلی هم که عکس گرفتی همش سیاه‌سفید بود. خودتون سیاه‌سفیدی. آبجی یه شب رنگیش کن. من اصلا هیچی نمیگم. ای تو بچه ارائه‌کن اینجا پیرگوزی اره‌گوزی چیزی که نری که یا بزن به چکه بگم مهدی بیاد بزنه به چکه چکوفه بدیا. من نه والله حواست باشه اینجا نهنگم که رد میشه ما عوارضی ازش میگیم. نهنگم که رد میشه عوارضی. نه دوستش نداشتم. واقعا. هرچی مربوط به بچه بود من تا خندیدم. الان یه دونه دیگه میتونی جا داری که نبود. یه دونه با نمیخندم. دیوان تعظیم کن بلند شو تلفن زنو بزن الله اکبر. گفتم زانو بزن سریع بچگی من بشین زانو بزن یا نه؟ تخمه این ما. خنده بود؟ نه این تمام شد. به خدا. نه دیگه خدایی تمام شده. همینجوش که باخت دادیم ما. تو رو من خدا. چمتش نمیکنم. نام دوست با وفای پیامبر چه بود؟ حضرت موسی حضرت محمد صلی الله علیه محمد این با این سرش واقعا خیلی خنده. چه بود؟ تونستم. برو بعدی. این من این من حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله یه بار دیگه میزنم. نه نمیشه نگاه نمیکنم. نه حسبي ربي جل الله 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 برو بعدی. آخریه. واقعا هم راست. دیجی ایرانی خودش چرا اینطوریه؟ تموم شد. من اصلا نمی‌فهمم. حاضری؟ اینو میخندی قول میدم. بابا ما داریم 20 تا ویدیو گذاشتی خب کسافه. دیگه همینه قانونش هم میشه. 50 دقیقه ویدیو. خب باش اولش ولی خندیدی. فکر کن همون ویدیو بود. خندی. چیزای دورده به آشنوانه عشقای زندگی من تقدیم. نگاه زیبای شما حضرات. حضرت شما حضرت چقدر طولانی ویدیوهای تو؟ نمیدونم. من 15 ثانیه کار تمام میکردم. خب بعدی بیا. یه شعری میخونم معنیش کن برم. معنیش اینجا. چو ستم کردی به من بگو ز من چه دیده ای. معنیش کن. چو ستم دی. چو ستم چو ستم. یعنی چو سیکندی که از ریدن بتر بود. نه نگاه کن
چو ستم کردی به من بگو ز من چه دیده ها میگه چو ستم کردی. آره یعنی من یعنی خنده است. دیگه چی؟ خب خنده است. دوم. خندی دوم میشه دست دادی. آره. آره این کارمند بانک صادرات یکی نامه خیلی خوبه دست گلم میده بهت ببین. نه واضح. داداش مشعل المپیک گرفتی تو دستت، ساندویچه ماهی سید گردی بچته ها. موفقیت آمیز نبود اینا. بچه بیچاره چجوری سیخ بود اینجوری بود. اونقدر بامزه نبود. بامزه بود. مومنت خودم تو ذهنم خیلی بامزه تر بود. میتونه باشه. کامنت چی بود؟ نمی‌تونی بگی؟ خیلی بچه. یعنی من باختم. این آخریه؟ تو ویدیو بیشتر نشون دادی. تو ولی اولش 20 تا ویدیو گذاشته بودی به جای که اونها رو خب آخری شانستون امتحان کنید. من یه رو میگم به جا دارم کشتی تایتانیک دوباره غرق شد. شخصیت هم اگه آهنگه درست شد. خوبم میخونه وقتی مثلا ببین ویدیو هم خنده دار بود. تخمام نه تخمام نداشته من میرفتم بیارم بشکنم رو بگو که یه با کلت این کارو میکنی. بشکنم رو کلت یه همجوری خالی کنم اینطوری مثلا خالی کنم رو کلت. من مطمئنم یه با این کارو میکنه. نه الان کار نمیکنه. چه تخمام نمیشه من مطمئنم یه با این کارو میکنه. یه با میفته پایین ها. ریخ شده باسم کسافت. خسته نباشید بچه ها تا مجازات بعدی خدا نگهدار. شعر زدم برات. میتونی تو شب باید بوی تخمام رد همون کنم بعدم نمیاد. مخلصیم. از بچگی هرچی میخواستم و دنیا باید به من میداد. من سرکشی تو خونم مغزم من بفهم دلم